سلام بچه ها، امروز میخوام توی این ویدیو بهتون یاد بدم چجوری یوتیوبر بشید. حالا معروفش به شما بستگی داره، ویدیوهاتون خوب باشه بد باشه به همین ساعت معروف میشید. اگه ویدیوهات خوب باشه معروف میشید، بد باشه همونجوری میمونید. بچه ها شما اول وارد یوتیوب میشید و یه دکمه به اضافه اون پایین داره، روی دکمه به اضافه کلیک میکنید و یه دکمه دایره شکلی قرمز داره. اگه اونو بزنید ویدیو شروع میشه و اگه دکمه استوب رو بزنید و بعد دکمه اوکی رو بزنید، یعنی همون تیک رو بزنید، بعد اونجا اون سفید رنگه رو بزنید اون پایین و آپلود ویدیو رو بزنید، ویدیو آپلود میشه. بس مراقب باشید که ویدیوهاتون داخل چیزای بد نباشه که خیلی باعث میشه یوتیوب شما رو بندازه بیرون. شما میتونید ویدیو رو بگیرید و وقتی که ویدیو رو تموم کردید آخرش میتونید ادیت کنید. اون بالاها عکس یعنی دکمه داره، بزنید اون دکمه میتونید آهنگ به ویدیوتون اضافه کنید. حالا ما کنارا یه دونه عکس A B داره، بزنید رو اون میتونید بنویسید و اون رو تو ویدیوتون بزرگ کوچیک کنید و بذارید. یه نوشته بنویسید و توی ویدیوتون بزرگ کوچیک کنید. ولی ما در بخش استیکرها هم داریم، استیکرها رو میتونید بیارید بزرگ کوچیک کنید و کلی کار. الان این ویدیو هستن 20-26 میاره، مثلا 25 افتاده 6 اومده، مثلا مثل اونا میتونید ادیت کنید. حالا بعد از اینکه این ویدیوها رو گرفتید مراقب باشید بعدش که دکمه اون سفیدن رو زدید اونجا پایینش یه عالمه چی میاره، سوال و مال و اینا. شما برید آخری اول ببینید کامنتتون روشنه. اگه روشن نباشه کامنتی برای ویدیوتون نی، و اگه کامنتتون روشن باشه که هیچی، ویدیو رو آپلود کنید. فقط مراقب باشید که داخل ویدیوتون فوش و چیزای بد نباشه، وگرنه یوتیوب شما رو میندازه بیرون. اگه مثلا چیزای بدش با سانسور باشه اشکال نداره، ولی اگه بدون سانسور باشه یوتیوب میندازدت بیرون. حالا ما اینجا مثلا الان منم یه یوتیوبرم، میتونید به چنلمو نگاه کنید، سابسکرایب کنید. ما اینجا وسط ویدیوها همه این کارو میگن، همه میگن ویدیو لایک و ساب کنید. این اوکیه. ولی بچه‌ها شما اگه دیدید ویدیو مثلا 5-6 تا ویدیو شورت گذاشتید هیچی لایک نگرفتید، اون ویدیویی که خودتون راضی نیستید رو پاک کنید، به جاش ویدیوهای جدید بیارید و اینجوری هر کاری میخواید میتونید انجام بدید و یوتیوبر معروف بشید و کار انجام بدید. تو کامپیوتر تو موبایل هم همینه. اگه یوتیوب استودیو هم داشته باشین که چه بهتر. بچه‌ها مرسی که این شورت ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.